هنوزم داری جیب مبارک واسه تیزر تبلیغاتی پاره میکنی. با این هوش مصنوعی دیگه پولتو خرج تیزر تبلیغاتی نکن، فقط قبلش لایک کن، بفرست واسه رفیقت که دنبال کار راحت میگرده. حالا بیا یه بیزینس با گوشی توی دستت بزن، هم واسه خودت تیزر بساز هم مردم، جوری پول بیشتری تو زمان کمتری در میاد. حالا چطوری تیزر بسازیم؟ 3 تا عکسو دادم به این هوش مصنوعی، اومد یه تیزر تبلیغاتی راجع به نوشابه ساخت. رامتی که بهش میدی میاد ویدیو میسازه. کار کردم باهاشم خیلی آسونه، رایگانم هست. فقط کافیه وارد این سایت بشی، بری ویدیو رو بزنی، یه جیمیل بهش بدی. و توی بخش رفرنس تو ویدیو 2 تا بخش داره، تصاویر رو اضافه میکنی. اگه تصویر سومی هم میخوای رو به علاوه کلیک میکنی، متن تو مینویسی و روی کرییت کلیک میکنی. اگه میخوای بیشتر راجع به راه اندازی بیزینس تیزر تبلیغاتی بدونی که کی به سوددهی میرسه، قدم اول چیه و باید چه کار کنیم، همه تیزر رو واسم کامنت کن تا بفرستم برات. اگه دنبال اینکه با گوشی و لپتاپت با استفاده از هوش مصنوعی بیزینس با سرمایه صفر را بندازی، زمان کمتری به سوددهی برسی، همین الان منو دنبال